سلام عزیزای دل. امروز هوا در آمریکا یخ است. میخوایم یک چیز پخته کنیم. من پروانه جان، ارسلان جان و پدرام جان آمدیم در بیرون ببینیم که چه گرامیه. این از اما آشای رشتای آشه که در سابق خانه مردم جور میکردیم. ما اینجا گیر کردیم، چند رقمش هم گیر کردیم، باش یکش میگیریم تست کنیم چی رقم است. مواد اولیه آش پلانمایی شده که آش جور کنیم. مواد اولیه‌اش میبینین. این لوبیا است و نخود است و اسفناج است و دیگه رشته آش است و یک نوع سوپ تیار کردگی است که را مسرش مندازم ببینم که طعمش شاید خوبتر شود. آب ما جوش آمده. دیگه سر از این مواد خود اضافه میکنیم. اینی رو اضافه میکنیم. بعد از تقریبا از آن میمونیم که خب پخته شوه. باز دلمه رو اضافه میکنیم. نعنای تازه رو اضافه میکنیم. البته نعنای پودر که میخواستیم پیدا بکنیم متاسفانه نتونستم رای زردچوبه. خب خیر است، این دفعه شمید شما قبول بکنین، دفعه بعدی و خیر خوبش مقبول تر جور میکنیم. دیگر رشته هاش انداختیم، لوبیا و نخود و اینا رو میندازیم. خب میمانیم که پخته شد. البته رشته هاش یک مقدار وقتر انداخته بودیم، باز او که نرم شده دیگر سرش میندازیم لوبیا و نخود، چون قبلا لوبیا و نخود پخته شده تیار آماده است. اینا میکس میکنیم، طعم کلشون که با هم مخلوط شد. باز پیاز داغ میندازیم. پیاز داغ کاش که ما دی پودر نعنا می داشتیم همراه زردچوبه. خو خیر است، بازم چیزی که در خانه پخته میشه مزیج زیادتر است. تست کنیم چه رقم است. به نظر من خوب مزه میده. کم داغ از احتیاط بکنین دیگه، نوش جان شما. امیدوارم شما در خانه پخته بکنین و لذت ببرین. تشکر. زنده باد.